سلام چنل نفیزارد، خوش اومدید به ویدیو دیگه. میریم سراغ پارت 3 فارکستر یا اپ وارپکست. بیشتر صحبت نمی کنیم. خب رفقا، همون جوری که میدونید یا اگر نمیدونید بدونید، نفیزا زیر مجموعه چنل فراارز یا برند فراارز هستش و ما یه گروهی هم داریم داخل تلگرام. شما میتونید با فراارز وایت، آیدی فراارز وایتی که توی دیسکریپشن هستش، وارد کانال تلگرام میشید. توی کانال تلگرام یه سری صحبت های مختلف میکنیم خدمتتون، اطلاعیه میذاریم، یه سری آموزش ها براتون میذاریم، میتونید وارد بشید و از طریق لینک بایو تا گروه داریم فرا ار جی پی برای بازی های کریپتو، ایردراپ ها و تست نت ها و این داستان ها و ان اف تی ویزارد جی پی. ارزم به خدمتتون چی میفرستید برای ارزم به خدمتتون فعالیت توی حوزه NFT و حالا ارزم به خدمتتون فارکستر هستش که میتونید اینجا وارد بشید و از طریق تاپیک های مختلفی که هستش حالا با هم دیگه تعامل داشته باشید به هر نحوی. اوکی، این از این قضیه. دوست داشتید وارد بشین، اینجا تاپیک های مختلف داریم و میتونید استفاده کنید. بریم سراغ فارکستر یا وارپکست. چند تا سوالایی که پرسیدید و اول اینکه چجوری روی ویندوز بیاریم بالا. دوستان شما میتونید همین وارپکست فارکستر که بزنید براتون یه دونه، حالا اینجوری نمیاد بالا، معمولی برای شما میاد بالا و یه دونه کد کیو آر میاره. کد کیو آر تون وقتی شما اپ فارکستر یا وارپکست رو توی گوشیتون بالا آوردید، میتونید با گوشیتون کیو آر کد رو اسکن کنید و از طریق موبایل، از طریق همون قسمت عکاسیش و کیو آر کدی که اسکن کنید اصلا دوربین رو بذارید دوستان، خیلی از گوشی‌ها میاره خودش، لینک میده بهتون، لینک رو بزنید شما رو وارد اپ وارپکست میکنه داخل موبایل و اونجا به شما حالا دو تا قسمت میده که اینجا توی تنظیماتش، توی کامپیوتر فکر نکنم باشه، توی تنظیماتش دو تا قسمت برای شما میاره که شما میتونید پیرش کنید حالا با سیستم یا با موبایل و اگر با موبایل دیگه‌ای بخواید بزنید براتون حالا یه شکل میاره، اگه بخواید با سیستم بزنید یه شکل میاره و به همین راحتی دو تا دسترسی بهش میدید و عرضم به خدمتتون قبول میکنید. حله، این از این قضیه. بریم سراغ این که چجوری بخوایم فعالیت کنیم، چجوری بخوایم به هم دیگه تیپ بدیم، از کجا بفهمیم تیپ چجوری هست و چجوری نیستش. خب نکته اول، حتما روزی سعی کنید 4 5 تا کست حداقل بذارید، توی بیس بذارید، توی این دگن بذارید یا همون دجن بذارید، توی ال پی بذارید یا حالا هر چیزی دیگه. حتما روزی 4 تا 5 تا سعی کنید بذارید که دوستان بتونن به شما تیپ بدن. خب اول از این دجن شروع می‌کنیم. توی ویدیو قبلم گفتم اصلا دگن درست، ولی من میگم دجن، حالا فرقی نداره. خب از این شروع میکنیم. اول همه چجوری فعالیت کنیم دوستان. نکته های خیلی مهمن دیروزم ارزم به خدمتتون توی گروه تلگرام براتون گذاشتم یه نمونهشو که یه پکیج اشتباهاتی بود که نباید انجام بدید. اگر بتونم پیداشون کنم، ایناش ایشون بودن. ببینید برای تیپ دادن، خب اشتباه اول کوشش، من دوباره رد گمش کردم. اشتباه اول ببینید بین این 400 و این دجنه که این عکس پول دجنه باید فاصله باشه. خب یعنی این اشتباهه، این اشتباهه. خب بعد بریم توی پیجشون و بدین شکل اینی که الان گذاشتن، حالا من خودم دارم کار میکنم. ببینید الان دوباره این اشتباه باز اینجا کردن. شما وقتی کستی میذارید اصلا نباید اینجا بنویسید که آقا همچی متنی نباید باشه، بند میشید، مشکل دار هستش. خب اصلا نباید همچی کاری انجام بدید. اگر میخواید تیپ بدید، من الان میخوام به ایشون تیپ بدم. ببین دوباره اینجا گذاشته، بابا نذارید، اینو نباید بذارید. اگر میخواید تیپ بدید، خب اینجا ببین یه فاصله بین این و این فاصله باید باشه. خب و اگر تیپ معمولی بدید معمولا نمیره برای شخص. اینجا باید یه چیزی هم بنویسید، مثلا مینویسی نایس، مثلا مینویسی نمیدونم فور یو مثلا. خب سعی کنید اینجوری هم ننویسید در اصل، مثلا بنویسید همون نایس باحاله. خب مثلا بنویسم بیا نایست برای مثال. خب و اصلا نباید تشخیص بدن که شما دارید حالت فارم تور عمل میکنید یا ربات تور عمل میکنید. خب این الان بدین 400 تا دجن به ایشون رسید. خب حالا شما میتونید از دو قسمت چک کنید که چقدر دجن دارید این داستانا. ببین الان یه دونه اینه، من توی ویدیو قبلی بهتون گفتم چجوری میتونید یک کست رو بذارید. من الان اینو میام کپی میکنم از اینجا، میام برای خودم. سعی کنید یه دونه اینو داشته باشید، حالا برید از جایی ببینید یا برای خودتون بزنید، اصلا مهم نیستش. خب مثلا میام کست رو میزنم، دجنو میذارم، بعد اینجوری اینو میزنم، 3 تا اینتر میزنم و اینجا مثلا مینویسم چک، بعد مثلا بدینشه
اینجوری. خب یه همچین چیزی هست، این راه اولش. حالا یه ذره با اختلال نشون میده. بعد که این کارو انجام دادی میزنی روش، میاد به شما نشون میده که شما مثلا چقدری. مثلا من الان 3137 تا میتونم روزی دژن بدم، 2237 تاش مونده که ندادم، یعنی من صبح تا دوربر 1000 تا دادم. خب میتونم این مقدار دیگه بدم که الان مثلا 400 تاش الان دادم به این خانومه، این 400 تا هم یه 400 تا دادم، یه 500 تا هم صبح دادم، دقیقاً درست همین الان اعمال کرد 900 تا. مثلا من میتونم 2200 تا دیگه بدم. خب رنگم 1117 هست. بالانس توی کیف پولمو نشون میده که 24833 تا دارم. نگاه کنید بالانس توی کیف پول. من بهتون میگم فارکستر یا همون وارپکستر میشه یه انقلاب نامی برای همینه. ببین چقدر قشنگ همه چی به هم سینکه. ببینید این بالانس کیف پول منو نشون میده، رنگ منو نشون میده توی این ایردراپش، توی سیزن 1 و 2 نشون میده که حالا سیزن 2 حساب میشیم الان در حال حاضر. تاریخ امروز نشون میده و بدین شکل. خب یکی از اینجا شما میتونید چک کنی، یکی از خود سایتش میتونید چک کنید. من حالا لینک سایت هم براتون میذارم که استفاده کنید. خب بدین شکل اینو که بزنیم بره، این خود سایته. این قسمت پوینتش رو میتونید بزنید. خب این قسمت ایردراپشو ببینید، لینک رنک 1117، این تعداد دژن روزانمه، این 2637. اینجا چقدر بود؟ 2237. دقت کنید من 400 تا دادم، توی این درجا محاسبه کرد، توی این یه ذره طول میکشه تا محاسبه کنه. خب من الان میتونم 2200 دیگه برای مثال تا شب دژن بدم. 1500 تا هم کلا پوینت من دارم، کلا 1500 نفر به من دژن دادن حالا مثلا توی این 1-2 روزی که شروع شده. خب پس استارتشو بزنید. به این دقت کنید بعد شما 10000 تا برای ایردراپ سیزن 3 داشته باشید توی ولتتون که چون الان با قیمت الان میشه دور $11. 10000 تا دژن بعد داشته باشید که میشه دور $11. من توی ویدیوهای قبلی هم گفتم شما بیا اینجا میگه که آقا این توکنو میکشه و ایردراپ یکش 15% داده شد، ایردراپ دوش 20% داده شد، ایردراپ سهش 25% داده خواهد شد. یعنی شما الان دارید توی ایردراپی فعالیت میکنید که از دوتا ایردراپ قبلی داره بیشتر هم میده. خب پس وقتی داره بیشتر هم میده، خب چرا نباید فعالیت کنید؟ و الان یه مقدار فعالیت راحت تر شده، خیلی از اکانت ها بند شدن، اینو باید در جریان باشید دیگه، رقیب کمتر شده. خب الان انجام بدید، حیف، اشتباهه. خب پس این شد نحوه درست دژن زدن. این بالای پستاتون من الان گفتم اصلا در مورد دژن چیزی ننویسید که بیان بهتون دژن بدن. خب اصلا نکنید این کارو. همین چیزا که دارم بهتون میگم در مورد ایردراپ اون طرف هم اعمال کنید. مثلا ایشونو ببینیم، ببینید چقدر قشنگ یه دونه کست 600 پیش گذاشته معمولی، حالا مثلا ریکست کرده البته، یه دونه در مورد ال پی گذاشته، در مورد گوشت گذاشته. ببینید اصلا هیچ چی هم ننوشته، چقدر قشنگ. حالا پایینش رو نگاه کنیم، بیا خودم بهشون مثلا دادم و ببینید بدین شکل چقدر تعامل زیباست. ببین اصلا نگاه کن، تعامل رو نگاه کنید شما. خب الان این اشتباهه. خب ببین دژن رو آورده گذاشته زیر چی؟ سفیکس کیوان جا، این الان اشتباهه. خب هر چیزی توی کانال مربوط به خودش باید بگذارید، این الان اشتباه بود. خب برای مثال این طرف نگاه کنیم، ببینید چقدر قشنگ تعاملا رو نگاه کنید، چقدر قشنگ داره انجام میشه، چقدر درسته. خب ولی یک مشکل داره الان این پیجی که من دارم میبینم چیه؟ تمام کسایی که گذاشته در مورد ال پی، در مورد دژن مثلا کسی نذاشته، یا مثلا روی بیس کسی نذاشته، روی چنل بیس یا روی چنل دژن بذارید این دژن ها حساب میشه. خب الان مثلا مشکل اصلیشون ایشون بود، روزی 4 تا دونه کس بذارید. ببین من روی دژن گذاشتم، صبح مثلا یه دونه همینجوری مشقی گذاشتم روی یه چیز دیگه، اصلا دوباره روی دژن گذاشتم، مثلا برای دیروز روی ال پی گذاشتم، الان میخوام برام دوباره روی ال پی گذاشتم اینو بهتون نشون بدم تا معلوم بشه. این الان برای دژن بود دوباره. خب ما الان این مقدارم دژن داریم، میتونیم به چند نفر دیگه ازم به خدمتتون تیپ دژن بدیم. از اینجا مثلا نگاه میکنم همین 3 نفری که الان اول هستنم بهشون میدم. بعد دقت کنید برای فالو ما گروه زدیم تلگرام، ولی دقت کنید فالوها رو خب عرضم به خدمتتون اینجوری رگباری انجام ندید. خب رگباری فالو انجام بدید امکان داره بنتون کنن. خب امکان داره ربات تشخیص داده بشید. بیا این الان نفر اول میخوام بهش مثلا تیپ بدم. خب الان هیچ کسی نداره، من چه تیپی بدم رفیق؟ من از کجام تیپ در بیارم بدم؟ من چی بدم؟ خب بدین شکل مثلا مهداد جان میگیم از فعال ترین ها، ببین چقدر قشنگ بر خودش قشنگ یه دونه فریم درست کرده، ما میزنیم مینتش هم میکنیم ببینیم آیا مینت میشه یا نمیشه.
ببین لایک ریکست فالو مینت این ارور مینتینگ دیدن به خاطر اینکه فالو نکرده بودم. حالا ببینیم آیا مینت میشه یا نمیشه. ببین چقدر داره چیزای قشنگ درست میکنه. ولی سعی کنید زیادم ریکست نکنید، سعی کنید خودتون کست بذارید، از خودتون خلاقیت به خرج بدید. در مورد هر چیزی میذارید، اینستاگرام چجوری میذارید، در مورد نهار میذارید، در مورد صبحونه میذارید، در مورد چرت و پرتا میذاری. خب آقا بیا اینجا فعالیت کن، روزی یه نیم ساعت یه ساعت بیا اینجا فعالیت کن، ولی ضرر نمیکنی. بدین شکل ببینید الان چقدر قشنگ مثلا اینجا چون رو شبکه بیس هستش میشه بهش دجن داد و دجن هم میشینه. ببین 4 ساعت پیش گذاشته، 5 ساعت پیش گذاشته. ببین دجن. الان میام اینجا مثلا به ایشون تیپ میدم. برای مثال اینو پاکش کنم، تیپ ایشونو بردارم. برای مثال میتونستم 2000 تا تیپ بدم. می نویسم اینجا برای مثال مثلا میذارم 222. بعد اینجا می نویسم نایس هارت. سعی کنید به تعداد افراد مختلف تیپ بدید. سعی کنید از هر جوری که فکر میکنن شما رباتید انجام ندید که ربات شناسایی نشید به هر طریقی. خیلی مراقب باشید که به هر طریقی ربات شناسایی نشید. خیلی مهمه، خیلی این قضیه مهمه. ببینید الان مثلا یه فعالیت قشنگ دوره مثلا نسبتا، ولی سعی کنید میگم دجن رو نذارید اینجا. خب به این شکل. ببین اصلا کست های کوتاه هم گذاشته، ولی حداقل کست گذاشته. ببین ناکن قشنگ روی ال پی کست گذاشته، روی دجن کست گذاشته، روی بیس گذاشته، روی دجن گذاشته. آدم راحت میتونه بیاد اینجا یه دجن قشنگ مثلا به ایشون بده. بعد اینجا ما نویسیم متوجه شدی؟ تعامل به این میگن تیپ دادن، به این میگن تعامل ایجاد کردن. خب چقدر قشنگه، چقدر درسته، چقدر زیباست. به همین راحتی. این از این قضیه. چیز دیگه ای فکر نمی کنم بمونه. الان فکر کنم قشنگ توضیح دادم. بریم ال پی هم بهتون نه اول دجل کامنت هم کنم بعد بریم سراغ ال پی. و تا اینجا اومدیم به ایشون هم بدیم. خب الان این دوباره اشتباهه. نگاه کنید 4 روز پیش آخرین پست دجنش بود. خب من 4 روز پیش بیام مثلا تیپ بدم، نمیاد این اپ به من بگه که خب مثلا چجوری اینو پیدا کردی که آقا از این طرف نمیدونم 4 روز پیشش پستشو پیدا کردی. یعنی یه جوری حس میکنه که این تعامل داره ارزم به خدمتتون برای مثال چجوری بگم خراب میشه، بات تشخیص میده یا مثلا اکانت های خودم تشخیص میده. متوجه شدی؟ اینها مشکله. بریم سراغ ال پی. الان دجن که نمیتونیم بدیم به ایشون، ولی ال پی میدیم در ازاش به جاش. خب ال پی هم دوباره به همین شکله. خب شما باید بیای فقط اینجا بزنی. الان دوباره ببینید این پایین ها ال پی باید بین این و این فاصله باشه. اینو در نظر بگیرید، باید فاصله باشه. و عرضم به خدمتتون اینجا بنویسیم. خب بعد بین اینا فاصله باشه وگرنه حساب نمیکنه. خب حالا ما تا اینجا اومدیم. عرضم به خدمتتون ال پی هم بگیم بهتون، سایت ال پی هم بالا بیارم. ال پی کدوم بود؟ اینهاش. حالا سعی کنید تمرکزتون رو بذارید رو همین دجن، ولی از ال پی هم جا نمونید یهو یه دونه قیمتی نگیره که بفهمید. ببین الان مثلا پوینت من کلا 62 تا پوینتی که گرفتم. خب و کل تیپی که گرفتم من کلا 2230 تا و مثلا من میتونم روزی 22143 تا بدم که هیچی هم ندادم تا الان. یعنی 22143 تاش مونده و نفر اولی که الان داده بودم برای مثال همین ایشون بود که امروز من دادم. خب و اینجوری امتیازاتون محاسبه میشه. خب دقت کنید اگر دوست دارید برای اینکه دقیق تر محاسبه شه به نظر بیاد از خود اینجا کپی کنید. خب راحت تر بزنید. پوینت هاش هم نوشته هر یه دونه 10 امتیازه. هر 10 تا که شما میدی 100 امتیاز حساب میشه. یعنی شما 22000 تا پوینت داری. حالا من دارم اینجا حساب میکنم ان شاءالله که درست باشه. یعنی درستش همینه به نظرم. مثلا من از اینا 10 تا دارم یعنی 100 تا پوینت میشه و من 22000 تا میتونم در روز بدم. خب من اینو 50 میکنم اصولا همیشه تو هر دادن این مثلا 500 تا میدم که به 10 نفر بدم میشه 5000 تا، به 20 نفر بدم حالا شاید بیشترم کنم مثلا 100ش کنم. متوجه چی میگم؟ اینجوری به هم دیگه پوینت هم بدید، پوینت ها هم زیاد بشه. ولی در مورد بیشتر از این چیزی ننوشته. حالا نمیدونم آیا درست باشه یا نباشه. سر همین قضیه من سعی میکنم به همه همینو بدم و اینو دیگه به هر کی برسه رندوم میدم. یعنی همینجوری نگاه میکنم چون یه محدودیت خیلی زیادی توش وجود داره و قیمت ها چه نگرفتم اینجوری میدم بره. خب از اینجا میتونید شما دوباره در مورد ایردراپش بدونید که حالا این در مورد ایردراپ 2 3 و 4 تی بی دی هسته، چیزی ننوشته. و در مورد ایردراپ 1 هم که نوشته اگر شما واجد شرایط هستید چک کنید واجد شرایط هستید
برداشت کنید که الان فعلا داخلش هستیم، فعلا این بمانه که مثلا فرارز وایتی هستم اینها اینجا میاد اعلام میکنه. خب این از این قضیه. یه دونه NFT هم داره برای مینت که البته مینتش تموم شده، که حالا قیمت توکنش هم الان میتونیم از یونیسواب ببینیم و توکنش هم گویا میشه از یونیسواب خرید، که اگر هم در آینده مثل دگن نکنه که آدم مجبور بشه ارزم به خدمتتون چیزش کنه. اگه منو بذارم USDC ببینیم هر $1 چقدر میشه، که مجبور نشیم مثلا 10,000 تا یه لیمیتی ازش نگه داریم برای اینکه بتونیم بیان بدیم. هر 1300 تاش میشه $1. خب پس بده بره دلاور، بده بره، بخیل نباش. شما اگر دجن روزانتو، خب این لامصب اگر شما ندی بره میسوزه، برای فرداش نمیمونه. این لامصبو بده بره. اگر اینجا شما ارزم به خدمتتون این لامصبو نگهداری، خب برای فرداش میسوزه نمیمونه، بده بره. دیلیه، بده بره. چرا اینجوری میکنی؟ چرا اذیت میکنید؟ خب بدید بره، راحتتون کنم. بدین شکل. پس این شد از فعالیت درست توی اینها. باتگونه عمل نکنید، سعی کنید روزی نیم ساعت یه ساعت حداقل وقت بذارید. همزمان که دارید برای همدیگه دجن و LP میفرستید و تیپ میفرستید، هر از چنگایی بیاید توی لیدربورد هم یه چرخی بزنید، یکی دو تا هم برای ارزم به خدمتتون این طرف اون طرف دوستان بفرستید، برای اینکه ارزم به خدمتتون سه نشه، ربات تشخیصتون ندن. خیلی مهمه خیلی مهمه خیلی مهمه. و همین. خب این از این قضیه. یه سایتی هم هستش که مهمه بهتون توضیح بدم. این سایت فارکستر هستش، برای یوزرهای فارکستر هستش. خب فارکستر یوزر استیت. شما میای یوزر نیم تو اینجا بنویسی، اصلا یوزر نیم هر کی هم دوست داره میتونه بنویسه، اصلا مهم نیستش. خب یوزر نیمو که اینجا نوشتی میاد سرچ میکنه و اکانت شما رو پیدا میکنه. خب الان این اکانت من هستش، فرارز وایتی. خب میاریم بالا. از اینجا شما میتونین فالوینگ فالوورا رو که اونجا هم نشون میده بهتون، چیز مهم نیستش. اکتیو بودنتون رو میتونید ببینید. ببین الان مثلا تمام تیکام خورده و کامپلت اکتیوم، یعنی آدرس اتریومت باید وصل باشه، نمیدونم دیسپلی نیم باشی، بایو نوشته باشی، پروفایل پیکچر داشته باشی، بالای 400 تا فالوور داشته باشی، ازم به خدمتتون 7 روز قدیمی تر باشه اکانتت، توی 30 روز اخیر یه دونه لایک و یه دونه ازم به خدمتتون رپلای خورده باشی، انجام داده باشم برات و بدین شکل، و توی 30 روز گذشتم کست انجام داده باشی. توی این دیلی استیت که بیای شما میاد برای شما روزانه‌تون رو نشون میده که در روز چقدر فعالیت داشتی، به چه شکل فعالیت داشتی. خب بدین شکل میتونی حالا کسای روزهای مختلف رو نگاه کنی، ببین رو هر کدوم بگیری تاریخ مختلف هست. مثلا 11 میگیریم، مثلا 18 میگیریم، مثلا 22. خب میتونه نشون بده به شما که آقا فعالتر کی بودی، کی فعالتر نبودی اینا. و یه نمودار تمیز و قشنگ از روزهای فعالیتت به شما نشون میده. مثلا من از 4/2 فعال بودم بدین شکل و رشد فعالیت رو نگاه کنید. مثلا من تا الان 814 تا رسید، فالوینگام 732 تا و کست ها رو بیاد اینجا نشون میده که چی کارا انجام دادم در طول روزهای مختلف. حالا جدیدن این چند روز فعالتر هم شدم، ولی سعی میکنم باتکون عمل نکنم، اما واقعا وقتشو ندارم عمل کنم، روزی شاید نیم ساعت وقت کنم. و میاد اینجا کستای برتر رو به شما نشون میده که بیشترین لایک و کامنت و حالا مثلا ریپلای و ریکست اینا رو گرفته. و آن فالو، کسایی که شما رو آن فالو کردن هم اینجا میتونید موچشو بگیری. دوستان اینجا اینستاگرام نیستش که مثلا بخوای بگی چه میدونم ارزم به خدمتت آی من چه شاخم، آی فلانم بهمانم. یه بستری فراهم شده دور هم داریم یه پولی در میاریم. خب مهم نیست، فالو کن بره، فقط مراقب باش بات شناخته نشی. حله. ببین من 3 تا ویدیو درست کردم، توی این 3 تا ویدیو کامل همه چی رو توضیح دادم دیگه. هر اشتباهی اینجا باید باشه گردن خودتون انصافا. و برای این که ارزم خدمتتون مینت NFT داشته باشید چجوری بیاد به حسابتون، شما گفتم کوین بیس داشته باشید، هر چی NFT باشه یک کله شما میتونید اینجا ببینید. این یه مورد. از اونجایی که ویدیو دوباره طولانی نشه این الان اوکی. خب سایت های مورد نیاز براتون توی دیسکریپشن و کامنت میذارم. خواهشاً اشتباه نکنید. وقتی این اشتباه داری میکنی شما عملا فعالیتت الکیه، نه دجنی که به اون شخص داری میدی، نه ال پی که داری به اون شخص میدی درست نیست، نه ثبت میشه، نه خودتو به فنا میدی، بدتر راستی اسکینری هم دیگه کپی نکنید بابا. این همه آدم میتونه محتوای مختلف تولید کنه. کانال با 3000 تا فالوور داره میاد کپی میکنه. خب چرا کپی میکنی؟ خب معلومه بند میشی.
بند نشید، کپی نکنید، خودتون محتوا تولید کنید، یه AI یه هوش مصنوعی استفاده کنید بزنید، به خدا خیلی کار راحت و ایزیه. کلا سرجم 2 دقیقه وقت میگیره. توی گروه بچه‌ها گذاشتن. خب این از این قضیه. 2 تا دونه ویدیوی دیگه در مورد فارکستر میمونه براتون بذارم. یکیش که ویدیو بعدی فردا شب خواهد بود، آموزش این که شما اگر NFT گرفتید چجوری قیمت پیدا کنه بفروشه، یا اگر ارزی گرفتید چجوری بفهمید اون ارز چقدر قیمتش رو بفروشید. جفتشو توی ویدیو میذارم فردا شب. یه دونم که احتمالاً یه ذره بیشتر طول بکشه بذارم، آموزش این که چجوری دیدید NFT مینت میکنید، حالا چجوری NFT برای مینت بذارید در اختیار بقیه. خب که یه ذره اون سخت‌تر داستانش، به دردتون هم نخواهد خورد آنچنان، ولی میذارم که آموزش فارکستر تکمیل بشه. حله. امیدوارم که ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. درست فعالیت کنید. تا ویدیو دیگه فعلا پرسون موفق باشید. فعلا خدا نگهدار.